که حالا همه‌تون خوب باشه. امروز میخواییم بریم به مغازه میسیز تو بیورلی سنتر تا ببینیم چه چیزایی داره. این آیسایش برام خیلی خوشگله. اینجا برندهای مختلف از هر نوعش هست، از طلا، جواهراتش، لوازم آرایشش، همه چی اینجا هست و میتونی بخری. اصلش هم خیلی خوشگله. اینا به شکل جعبه درست کردن چند تا چیزش رو که قیمت مناسب تر میده اگه بخوای تک بخری. خب این از میسیز که تمام مارکای معروف دنیا رو داره و میتونی بخری. خب اینجا هم که داریم میبینیم بیورلی سنتر دیگه، داریم میریم که ببینیم چجوریه. اینجا با این دستگاه هاست که سالادهای مختلف که خورده سالم تره کارت میزنی و برات نوشیدنی با این سالادها رو میگیره. حتی این تخم مرغ آب هستن این پایین میبینین، مرغای گریل شده، چیا، کلی سبزیجات و جوونه گندم. از این دستگاه میتونی بخری استفاده کنی. تو اکثر سنترهای هم مالای اینجا وجود داره. اینم کیکای کوچولوی خوشمزه است دیگه، شبیه موفینزه، خیلی خوشگله. اینم از دستگاه میتونی بخری. این سنتر خیلی بزرگی نیست. این شاپینگ سنترش یا همون شاپینگ سنترش این مغازه جالب اینجاست که توی ایالت کالیفرنیا خیلی به سلامتشون اهمیت میدن. حداقل توی این منطقه اکثر چیزا خیلی غذاهای سالم و چیزایی که میتونی اعتماد کنی و بخری، چون اینجا توی نوناشون هم حتی انقدر شکر و این چیزا وجود داره که بعضی موقع خیلی سخته انتخاب. این مغازه مانگو. این مغازه اکثر کره و نمیدونم مال کره هست نه، ولی اونا اونجا بودن ازشون دفعه پرسیدم گفت من مال کره. لباساشون یه جوری خیلی دیزاینش یه جوری عجیب غریبه گهگاهی، ولی بعضی موقع چیزای قشنگی هم میتونی توش پیدا کنی.
مغازم همینطوره و برای خورده به قول معروف فنسی تر داره دیگه، ولی خب قیمتش تقریبا مناسب. هم ویکتوریا سیکرت. چی بگم یه ذره سخته با انتخابه. چه با فرادروش، این قرمزش خوشبوه ولی خیلی تنده به نظرم، سفیدش بهتره. این یکیه. اینجا طلا جواهراتشونه. این عطرها دیگه نمیدونم چیه، استفاده نکردم، نمیدونم چیه، چه بویی میده به قول معروف. عطر مورد علاقه خودم که اینجاست، این عطر رو من خیلی دوست دارم، عطر خوشبو ملایم و خیلی خوبیه. این همین عطر برخلاف بقیه من این دوتا رو دوست ندارم، به نظر خیلی بوی گلاب میده. این هم عطر مردونش خیلی خوشبوه. عطر و این طبقه فقط عطر و اسپولون و شم و این چیزاست از همه مارک‌های معروف دنیا. میریم طبقه بالا که لباسش و اینا هست. میخوایم تا ته بریم. لوازم‌آرایش گوچی رو اینجا نمیبینم. من امروز روغن صورت در اصل اومدم بخرم که یه روغن صورت خوب بخرم. این مارکم به نظر من خط چش و ریملش خیلی خوبه. حالا از اینجا که بگذریم من عاشق شمع و این چیزای جیگلی بگولیم، خیلی خوشم میاد. خب خیلی خوشبوه.
به این خیلی خوشبوه. این خیلی خوشبوه. مارک‌های مختلف لباساش هست. دیگه یه مجموعه اینجا جمع شده با آدم بخواد اینجا راحت‌تر میاد خرید میکنه. اما خدایی بعضی چیزاشون خیلی الکی گرونه. خب آدم وقتی خودش میتونه یه چیز دیگه بگیره، خب چرا با لنگ اون مارکه باشه که فقط رو لباسه؟ انقدر آخه نظیراشون رو زده یا نمیدونم. آقا من خودم معتقدم آدم خودش هم میتونه خیلی چیزا رو خودش دیزاین کنه، اتفاقا خیلی هم خوشگل میشه. حالا این نظر منه، نظر شماها رو دیگه نمیدونم. اینجا 70% اوفر زده که اگه آدم بخواد خرید کنه میتونه خرید کنه. استارباکس که همه جا هست. اینا خیلی علاقه شدیدی دارن و اگه بکنم کافشون رو هر روز نخورن دیگه نمیشه. اگه زیادش هم خیلی نیست ولی خب نمیدونم چرا اینجا تقریبا تو بوشه قهوه
که کفشاش هست که خودشون چرخ خیاطی دارن و قشنگ برای چیزایی که مارک یا مثل چیزایی که خودت بخوای اسم هرچی رو میچسبونن که به نظر منم کفشاشون یه جوری کثیف و یه جالب نیست، ولی خب شاید خیلی دوستش داشته باشن. اینم امیری فروشگاه ایرانیه، براش هم قشنگه. من نمیدونم چرا این مارک منو یاد این پلنگ و مار و اینا که اینجوری هست منو یاد فرعون و مصر و اینا رو میندازه. از هر چی بگذاریم سخن دوست خوشتر است. میریم حالا سفورا ببینیم اون روغنه رو میتونیم گیریم. اینم از امروز که اومدین بورلی سنتر رو. حالا اگه دوست دارین که قیمت ها رو نمیدونم مثلا براتون جالبه که بدونین قیمت هاشون چیه، نیو کالکشنشون کدوم هست، من میتونم براتون فیلم بگیرم و بفرستم.